برای 4 تا 6 ماه رو کشتی موندن چه وسایلی باید با خودمون ببریم؟ 2 پاکت سیگار، مقداری فندک، لباس راحتی، لباس فرم، لباس کار، چند تا کتاب، مقداری سیگار، اسپری خوشبو کننده، کرم دست، کرم صورت، ژیلت، یه 2 پاکت سیگار، شامپو سشوار، 2 پاکت سیگار، پول و وسایل مهم تو پلاستیک، ولی موبایل دوم تو پلاستیک نه، که اگه موقعی سوار شدن با چمدون افتادیم تو آب، موبایل دوم سالم در نیاد. 2 پاکت سیگار، مسواکم قرضیه با کلاس بود گفتیم تو ویدیو باشه. ماشین ریش تراش، یه 2 پاکت سیگار، یه 2 پاکت سیگار، یه 2 پاکت سیگار. حوله تو کشتی معمولا میدن، نیارین جای زیادی از چمدونتون رو میگیرید. یه 2 پاکت سیگار، یه بسته سیگار، یه 2 پاکت هم سیگار. همیشه فکر میکنم این چیزو جا گذاشتم. حالا یه کیف توش هم یه بیسکویت چیزی، آب و یه پاکت سیگار. این همیشه همراهمه، میذارمش پشت در که اگه حادثه پیش اومد که هیچ کدوم از وسایل نجات نزدیکم نبود، فقط اینو بگیرم و برم. یه 4 تا ابزار همیشه همراهتون باشه، هرچند همه اینو تو کشتی هست، ولی اگه از خودتون رو کنین یهو بهتون میگن یه 2 پاکت سیگار. اینم شاید یکم گرون باشه ولی میصرفه تو کشتی، تن و چاره پادر همین. 2 پاکت سیگار، یه 2 پاکت سیگار، 2 پاکت سیگار، یه 2 پاکت سیگار. و با این چمدون شما آماده این برای 4 تا 6 ماه سفر.